بریم یک تحلیل کوتاه در مورد طلای جهانی داشته باشیم. خب روی اونس جهانی طلا هستیم XRUUSD در تایم فریم 4 ساعته. از فیبوناچی استفاده کردم و همونطور که مشاهده می‌کنید تمامی تارگت هایی که به ما داده بود رو الان داریم می‌بینیم و یکی یکی تارگت ها رو به ما نشون داد و به شدت به این تحلیل خوب داره واکنش نشون میده. الان روی $3129 باز هم طلا ATH زد و قیمت جدیدی رو دید و تا قیمت $3165 هم رشد قیمتی رو دیدیم که باور نکردنی بود و حالا پیش بینی شده بود که این اعداد رو می‌بینیم، ولی برای 4-5 ماه آینده این اتفاق قرار بود بیفته که خیلی زودتر این اتفاق افتاد. اگر بخواد این روند حالا ریزش کنه میتونه تا $3113 ریزش کنه و مرحله بعدی هم $3100 و اگر بخوایم رشد قیمتی رو ببینیم باز تارگت $3150 رو داریم و $3203 که این محدوده رو به نظر من باز میتونه ببینه. روند کاملا صعودی هست و به شدت داره ATH میزنه و به نظر من باز هم توی این روند صعودی قرار میگیریم و قرار نیست روند فعلا نزولی بشه مگر اینکه حالا بخواد سقف کف‌های خیلی پایینی رو برای ما تشکیل بده که نظر ما عوض بشه، که توی اون زمان حتما با شما صحبت میکنم و بهتون این هشدار رو میدم که قراره قیمت طلا خیلی خیلی بیاد پایین. مرسی که تا آخر موندیم. موفق و پرسود باشید.